موقعیت رو دارن تو اون گوشه. حالا داخل محوطه این ارسال و گل. تراکتور و برمنجی گل. میتونن به گل دوم هم برسن. استقلال لب پرتگاه، یه فرار عالی اشکان دژاگه و گل دوم تراکتور و اکیمنچی گل. اشکان ارسالشو مستقیم انجام میده. خدای من گل سوم تراکتور سازی تبریز با چه شرایطی زده شد. سرخهای شمال غرب، این ارسال خوب، این ضربه سر و گل. اکبر ایمانی فرصت برای استقلال، ارسال او، این ضربه سر اخباری میگیره، ریباندش، حالا میتونه گل بشه. نه، از پشت محوطه دقیقه 51 حالا استقلال ضربه سر و گل برای استقلال. مهدی قائدی دروازه رو باز میکنه. تصویر آهسته رو باید دید. این سانتر، این سر و گل. سانتر بلند و این ضربه سر تیر دروازه. مهدی قائدی عالی میزنه، اما خورده تو گوشه زمین. وریا سانتر او. استقلال و گل دوم. ارسلان مطهری بازی رو 3-2 میکنه. زنگ خطر برای تراکتور به صدا در میاد. بالاخره استقلال 1 گل تا برابری.